نشریه پتربورگ 78 نقطه رو و کانکریت نقطه رو با تکیه به منابع خود در مقامات حفظ حقوق خبر دادند که یک شهروند 29 ساله تاجیکستان شب 2 ینور در ناحیه ادمیرالسکی با گمان بداخلاقی جنسی نسبت به یک دختر نابالغ 12 ساله دستگیر شده است. منابع این دو نشریه گفتند که شب 2 ینور به رقم 112 مرد زنگ زده خبر داده است که تخمینا ساعت 21:30 یک مرد ناشناس ماشین تمغه شکودا رپید را در نزد بینای رقم 31 در کوچه ویتبسکای من کرده در داخل ماشین نسبت به یک دختر نابالغ سال تولدش 2008 حرکت‌های بداخلاقانه شهوانی انجام داده است. بعد چند کارمندان پلیس در همان کوچه ویتبسکای یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را دستگیر کرده به شعبه پلیس آوردند. حالا سنجش حادثه ادامه دارد و مسئله کشودن پرونده جنایتی در بررسی قرار داشته است.